از آنتالیا تا استانبول با ماشین فکر کنم راه 8 ساعت و نیم 9 ساعت. ولی خب توی نه همون 8 ساعت و نیم یه جاده هم اشتباه رفتیم دهن من سرویس شد اصلا تا 2 روز حالم بد. جای مختلف مالاقای سر و نه یه تو کله چی بود اسمش رود زرد و تمام وایسادی نه یه کله اومدیم. هیچ کاری نکردی تو راه تو مسیر نه به قرآن داداش مگه جنگه مگه چیه توی راه چیکار میشه کرد آخه؟ نمیشه هیچ کاری کرد. شما تو ماشین تا حالا کاری کردی؟ من که نه ولی میتونم دورهای پیشرفته ماشین رو براتون بفرستم لینکشو بذارم میزی بکشید. خب میشه توضیح بدید چه کاری میشه کرد؟ ببین دستید اولش خب بعد دست رو دستید بعد دست خب رو پا بعد خب توی پا. آره بعد خب بعد از اینکه توی پا یه پلای هستی و با هم صحبت راجع به آینده کاریتون که چه کارایی میتونید با هم دیگه نه انجام. ما از این داستانا نداشتیم خدا رو شکر. شما دیگه تو هتل و اینا مشروب زیاد خورده بودید جفتتون مست بودید شنیدم. من مشروب خورده بودم. خانم پارسا یادم نیست. آخرین بار کی باش حرف زدی خودت؟ آخرین بار در ارتباطیم دوستیم مشکلی نداریم با هم. ارتباطید با هم میاد میره؟ نه ندیدمشون دیگه. چند روز ندیدی؟ از همون روزی که از سفر اومدیم ندیدمشون. چون مطمئنی؟ من خودم شرایط اون یه جوری بود که بالاخره توی تصمیم گیریش و اینا الان داره برنامه ریزی میکنه واسه آیندهش و کارش. هم من هودی بالاخره. تایید میکنی؟ چیه؟ هودی بنفشه دیگه الان. هودی هم مال ایشون بود. بله از سفر که برگشتیم اشتباهی با وسیله‌ی من اومد بالا. عدالت خانم گذاشته بود اینجا که فردا بهشون بده خب. و هم شما خفتمون کردی. الان کجاست؟ نزدیک خودت تو هتل کجاست خبر داری؟ ایشون جاش امنه خیالتون راحت باشه. پس میدونی رفتی سر زدی. نه نمیدونم کجاست ولی انشالله که هر جا هست موفق و مؤید باشه. بعد خبر اینم داشتی دیگه که مثلا تو ایران ازدواج نکرد و درد کرد با یا نکرد کاراش گفته بود نگفته بود هر